آقای جوادی به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی نظرسنجی ها چی را نشان میدهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشترند؟ بسیاری از کسایی که در خارج مخصوصا در اروپا تحلیل میکنن از این و این رای پرسی هایی که در ترکیه میشوند اعتماد زیادی ندارن. یکم دومی که واقعا هم در ترکیه نتیجه های رای پرسی های مختلف از طریق حداقل 3 تا سازمان رای پرسی بزرگ که 2 تاشون بیشتر تمایل طرفدار حکومت دارن، 1 تاشون مخالف حکومت دارن، تماما از همدیگر فرق میکنن و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رای پرسی برای خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. ولی یکی نشان میدهد که طرفدار زیاد است، دیگری نشان میدهد که مخالف. بله، یعنی 2 تاش نشان میدن که گویا یعنی آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه. آقای جوادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبادلات نوفرجامی دولتی اعلان شد. مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست؟ ببینید، در شرایطی که بعد از این به اصطلاح تبادلات نظامی و یا ادعای تبادلات نظامی قریب 500,000 نفر از کارمندان دولت بیکار شدن، از کار بیرون کرده شدن، اخراج شدن. در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند، با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبادلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنن، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا منصفانه و درست باشد؟ جای شک داره. آقای جوادی، رای پرسی هم یک سبب جنجال بین خود رجب طیب اردوغان و اتحادیه اروپا شد و رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد که بعد از رای پرسی مسئله عضویت در اتحادیه اروپا را در میان میگذارد. واقعا این تهدید جدی است یا تلاش رجب طیب اردوغان برای برانگیختن احساسات مردم و به دست آوردن دل رای دهندگان؟ اینجا مسئله دو جانبه است. مثلا یک نفر با یک نفر میخواد ازدواج کنه و در آخر میفهمید که نه اون میخواهد نه این میخواهد. بنابراین آیا میپرسی که تهدید میکنم که من ازدواج نخواهم کرد؟ خب میتونه هر کس بگه، یک بیان هم همچون چیز دیگر مطرح نیست. در اروپا کسی و خود اتحادیه اروپا به خاطر، نه فقط به خاطر ترکیه بلکه کلا به خاطر وضع داخلی اتحادیه اروپا، مخصوصا مثلا برکسیت، خارج شدن بریتانیا رو در نظر بگیرید و امکانیت نداشتن نبودن امکانیت های مالی و یا سیاسی، اصولا اتحادیه اروپا نمیخواهد وسیع‌تر شود. تشکر آقای جوادی.